بیا یه چیزی براتون تعریف کنم. من حدود 8 ماه پیش برای یه سفری برنامه‌ریزی کردم. اول برم پاریس یه شب اونجا بمونم خرید کنم، بعد برم عربستان سعودی یه هفته توی ریاض بمونم، بعد برم مکه رو ببینم، بعد برم ابوظبی پیش مامان بابام، چون که وقت مصاحبه تو سفارت آمریکا تو ابوظبی رو داشتن. که خب دقیقاً 3 روز قبل از اینکه من برم این سفر بابای من رفت. مونتا کنسل کردن اون سفر تقریبا غیر ممکن بود. که تنها شانسی که داشتم بتونم خانواده‌مو بعد از اون قضیه ببینم همین بود که تمام پروازهای من به هم دیگه وصل بود. مونتا مسلماً خرید پاریس رو کنسل کردم. اونجا رفتیم ریاض دیگه واقعا حالم بد بود. تو هتل خوابیده بودم، نه غذا می‌خوردم، از هتل بیرون میرفتم. آفتاب من چند روز بود ندیده بودم. دیگه خانواده‌ام خیلی نگران شدن. زنگ زدن به کامیار که تو رو خدا اینو فقط از هتل ببرش بیرون. کامیار هماهنگ میکنه که یه تور لیدر بیاد و حالا شهر رو تو یه روز نشونمون بده. من خود از هتل برم بیرون. دختر این یارو تور لیدره قرار تو لابی باشه، ما بریم اینو ببینیم. رفتم پایین دیدم یه دختره از این نقابا هم گذاشته. السلام علیکم گفتم و سوار ماشین شدیم. منتها راننده یه مرده بود. دختر رانندگی نمیکرد. اولین سوالش این بود که مطمئن بشه ما از آمریکا اومدیم. تا فهمید ما از آمریکاییم برگشت گفتش ما اینجا با کسایی که از آمریکا میان بزنس میکنیم. 50% بیزنستون رو ما اینوست میکنیم. بیاین اینجا فقط بیزنستون رو بیارین اینجا ارتقا بدین. ما اینجوری بودیم که نو کانورسیشن. حوصله حرف زدن ندارم. ولی ول نمیکرد که دوباره پرسید شما بیزنستون چیه تو آمریکا؟ واسه اینکه حرفو باهاش عوض کنم برگشتم گفتم ببین مثلا اینجا راننده زن نمیبینم. زنا میتونن توی عربستان رانندگی کنن؟ نه. یه دفعه اینجوری جواب داد آره میتونن and I hate it. متنفرم از وقتی که به زنها اجازه رانندگی دادن. ترافیک خیلی بیشتر شده از اون موقع. Girl, you're horrible at math. بعد ما رو برد یه جا که عکس تمام نوه‌های پسری شاه عربستان عبدالعزیز اونجا بود. گفت میخوای با اینا عکس بگیری؟ گفتم برو گم شو تو رو قرآن. بهش گفتم این پادشاهتون چند تا زن داشت؟ 22 تا. اصلا کلا شرم و حیا تو صدای این دخترا نبود. گفتم برای چی رفته 22 تا زن گرفته؟ گفتش که اتفاقا پادشاه ما خیلی پادشاه زرنگ و باهوشیه، رفته از تمام قبیله ها زن گرفته که توی تمام قبیله ها طرفدار داشته باشه و یک ولی عهد احتمالی از تمام این قبیله ها براش وجود داشته باشه. Girl. واو. اونجا تو ذهنم جرقه خورد. اینا اصلا دردشون حالا حشر نیست. حالا شاید یه ذره حشر دردشون باشه، ولی درد اصلشون اینه که مثلا مینیمم 4 تا زن هر کدوم بگیرن. اینجوری هر اعتقاد و ایده سیاسی یا هر چیزی که دارن رو نشر بدن. مثلا که هر چی بیشتر من نمیخواستم با این دختره حرف بزنم، این بیشتر میرفت تو مغز من. قشنگ خودش علنی نسبت به زنای کشور خودش ستم داشت. جایی هم ما رو برد مثلا تاریخشون رو نشون بده. مثلا پادشاهشون چجوری اونجا رو تسخیر کرده که از این طریق ریاض رو به دست آورده. برای اینکه از پادشاهشون تعریف کنه برگشت گفت خیلی آدم خوبی بود، دنبال جنگ نبود، فقط رفت گفت اینجا رو بده به من، چون بهش ندادم مجبور شد بجنگه. Clearly are living in completely different planets. در حین که خیلی اصرار داشت من برم اونجا یه بیزنسی به هم بزنم، اصرارم داشت وایسم جلوی نقشه‌های قدیمیشون که اسم خلیج فارس رو عوض کرده بودن عکس بندازم. گفتم ببین تا دعوامون نشده من اینجا ببر بیرون. و ببین کل ریاض انگار خاک مرده پاشیدن. همه چیز نوساز بود و همه جا ساخت و ساز بود، هم خلوت، اصلا آدم اونجا پیدا نمیشد. بعد ما رو بردش یه مرکز تجاری. اون دکه مثلا قهوه آماده میفروشن رو نشون داد. فار دولت به کسایی که کار ندارن از این دکا مجانی میده توش کار بکنن پول در بیارن. گفتم آدم میاد دم این دکه خرید بکنه؟ آدم من نمیبینم اینجا. ها بعد اونجا مشروبات الکلی اصلا نمیخورن. شب سال نو ما رفتیم یه جا شام بخوریم، ما شراب بدون الکل دادن. بعد توی فرودگاهشون هم آفیسرایی که وقتی وارد میشی میخوان عکس تو بندازن همه زنن. چرا؟ که مثلا زناشون وقتی نقاباشونو در میارن نامحرم اونجا نبینتشون. Isn't it so weird? انگار اسلام گفته صورتی چیرادی نداره. I don't know bro. I don't know. Bye.